آخرین نفر که دستشو از روی این دوچرخه برداره برنده 10 میلیون تومان پول نقد میشه. نقدم ندیه، کارت تو کارت میکنیم بهش. الان نوبت به نوبتی هر کدوم از این 4 نفر که تو این چالش شرکت کردن میان دستشون روی دوچرخه میزنن. اولین نفر اینطوری شنگول نشسته. ویدیو قبلی والله بدبخت از رونالدو بدشانس‌تر بود. 2 بار اومد تو بازی، 2 بارش هم رفت بیرون بدشانس. ای خدا. الان تو هر جای دوچرخه می‌خوای می‌تونی دست بندازی. هر جای دوچرخه دست بزن. بذار هر جای عشق. میریم نفر بعدی. نفر بعدی این جدیده. اسمش چیه؟ علی پور. علی پور. مهاجم پرسپولیس بچگی‌هاش آورده. خب بیا. اینجا میشه بذاریم؟ دایی خورده استغفر الله اب نره. نفر با من شنگول خواه ماشاءالله شلوار خوردی ها. بیا اینجا بینیم دستتو بذار. بذار هر جا خواهد دست. خب نفر آخر آرتین مو خوشگل نفر هر جا میخواد میتونی یه کار کنی دستو بذاری اون یکی بود. میشه؟ حالا آرتین هر جا خواستی بذار اونجا. چالشو با 1 2 3 شون خواهم 3 2 1. اصلا با اینه که تازه اومدن خودمون مصاحبه ملیگرانه داشته باشیم. آرتین چند سالته؟ 14. چند بدم میخوای؟ خب چندمی عمو جون؟ کم میخوری چند بدم میخوری؟ 7. سوال بعدیه خیلی مهمه. اسم زنمون چیه؟ زنمون ندار. منطقه بود. پور باشه بازی کنه پرسپولیس. باز عمو جون 12 تا باش. 12 کلاس چندم؟ 5 دیگه. اون صدا سیمایی اصلا مجری هاش بیام وسط ها. عمو جون چند ساله؟ بابا 7 ماهه. چند سالشه؟ 7 ماهه. بابا 7 ماهه. حالا میریم چالش اول. چالش اولمون چیه؟ چالش اول اینه باید دستتون که وصله روی یه پا وایسید. نگاه کن. اوه پسر خوب. باید پاشی روی پا وایس. روی نوک پا. نوک پا نمیخواد سخت میشه. یه پا رو میبریم بالا یا پاتون. اب چالش از میشه. خب 3 2 1 پاتون رو ببریم بالا. باش ببر بالا. بالا سیه. بالا همین کم نمیشه نه؟ الان من نزد پایین دیدم باز دوباره تک و تنها خارج از نگاه دون. اولین نفر که از شد تو دو تا چیزی نداری؟ نداداش برای چی نداری. نفر اول باختی چی میخوای بهت؟ صحبتی نداری؟ صحبت خاصه نگردار دفعه پیش آخه چیزی گفتی اومدم 300 تومن عمر من 500 بیام تو ببرم. اگه بیای تو ببر البته 15 میلیون میدم. میدی؟ آره. پس تو الله اکبر. فعلا بشین بیرون. فعلا پسر بشین بیرون. از 4 صبح اینجای من 4 صبح 3:30 صبح اومده زنگ زده. چالش داریم. نخورید بابا من دارم خب حالا میریم سراغ چالش دوم. چالش دوم چیه؟ گلیاپوش. هر کدوم اینا 3 تا جون دارن. من و امیر عباس گلیاپوش میریم. اگه اشتباه بگن یکی از جوناشون کم میشه. یا اول 3 به 2 استاد گلیاپوش اینجا 3 به 2 نداداش. هر کدومتون 3 تا جون دارید.
یعنی این چالش امکان داره هر صداتون از چیت برید خونه‌هاتون. من پولو بذارم تو چیکم. غلط کردی. تقسیم می‌کنی 7. چند نفریم؟ بیافتیم بجون. بیا. اولی اگه همون دفعه اول درست بگید هیچی. آقا مثلا قرار بگیرید بمونیم. آقا بای بای. بساتون اینجا بده تو سفر بده. آقا بگیر اینجا بیا. چون قشنگ بود. گل کو. بیایید مریم. دست بزنتون خالی کنید. عباس یه دو. کوچکش کرده. دیدی؟ اون نتیو ببینم. عباس. الان میشه. برید کنار هم. اوکی. من طرف کنم. برای من یه تیمه. 2 مغزم نیست. اول آرتیم. سخت شد. بره. تمرکز باید بالا باشه. اتون داری. دیدی بابا دست خوش آتون قدر بگیرین ها. Hello, and welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo, but you can call me Gus. برای همیشه هم میخوام بزنم عشق اینو کرم. عالی. فرزان راست حالا میریم میگه. علی. آرتیم موندش تو بازی. من برم. آقا بسم الله. حضرت فیل. و چه بود گازویدی؟ گازول نیست پیینه داشت. کدومه؟ راست میگه. اینه؟ یکی از چون هست رفت. حواست باشه. اینو بیار. این مالا یه ابن نره. تو کم کوتاهی می‌کنی. دستم اینطوری بزنم. صبر کن. نگاه نگاه. یه کمک برات میکنم ولی. بیا. به من سلام. کدومه؟ راست گله. همون گله. بدونه. وای. اینو نگی از شدی میمونه آرتینو همیشه. هر سری دست میزنه میره عقب بیاد تو دیگه می دست برات میذاره. وای. میتونی یه اینطوری یه قربندری. میاد اینجا. نگاه. رفت تو مدرسه الان در میاد. الان کوچم رفت. بنداخ. یه انتخاب با تو میتونی بمونی تو بازی یا هم میری. خدا بگیر واسه این خود. نفر دوممونم هست شد رفت. علی پور تو هم برو پرسپولیس اینجا نمیشه برد. گریه قشنگ نیست. ادنر دوم هست شدی به 200,000 تومان پشت صحنه پول میدیم برو. چتتون داری. نشون میده گل نشون میدم بده. قشنگ اینجا قشنگ میاد بالا. تو خوشی. چی دیالوگ داشتم. بابا آروم برو بفهمم. چپم کو. دا. بابا دست خوش. حسام گلگیر اما من حسام گل بگیر. خب 10 میلیون بین خودتون 5 میلیون تقسیم کنید. 5 میلیون تو 5 میلیون تو تقسیم می‌کنی؟ نه من تقسیم. تا تقسیم میکنی؟ نه. من غنی از هر چیزی. خب فعلا 5 دقیقه استراحت وقتتون بکنید. ساعت بکنید. از الان به بعد هر 5 دقیقه من 100 تومن از جایزه‌شون کم می‌کنم. چی؟ شناور. با این طرفی بسر. 100 تومن کم نمی‌کنم. 100 تومن کم میشه. هر 5 دقیقه یه بار نه نیم ساعت یه بار. شد دیگه. پولمون رو بخوریم بریم. خب آخرا شدی واسه چالش هم پیدا کنم. مدرسه رو نگاه جلو چه خوشگل همیشه. مدرسه رو نگاه. مدرسه ترتمیزیه. منم فدای چشای قشنگ توشم. این ور بیاد تا این ور زودتر سایه میشید. عباس یه رفتم مغازه. یارو گفتم انرژی چنده؟ گفت 200. گفتم 200 میذارم چون انرژی میگیرم. چقدر نمکی. ای خندم تو راهه وگرنه میخندیدم.
داداشی بزن. چالش آخری یکی نوبت به چرا نوبت. کردی؟ اسم همونطوری جا خالی هم داریم آقا. جا نه خالی چه حال نداریم. بکش. آقا نمیدونم این چالش با به افتخار رفیقم میبازم. بدون تعارف و به معنای دقیق کلمه ورزت. ما نه. نداریم بابا بیا برو بابا بیا. میخوای بترسی نترس بزن گفتم این نخواست بزن. بزنه. بزن محکم بزن بیر کن ها. میشه بزن میتونی هم نم کنی تبا برنده. بابا این دو دست اول فجه هم معاین نکردیم این همیشه بره خیلی قدره این وقت چالش بخور نگیرم خیلی قدری چه اینجا آرتی آقا خدا استبلی. چقدر نبر آقا نگاه، مستر آرتیم چه با. یاد داره قطاره کشتی گیرن هم کشتیش کنه اونم من. آره کن باش تو منم غنیمت. احتمالاً من نمیدم. بیا اینجا تو هم که 10 میلیون هم بودم من اون کارتت با این که مسکن رمز 1948 والا او دل صاحب کن